پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همانا خداوند به شکل و صورتهای شما و به مالهای شما نمی نگرد، بلکه به دلها و عملهای شما می نگرد. روایت مسلم. در پیشگاه خداوند همه مردم، سیاه و سفید، بای و کمبغل، بیمار و تندرست، دراز و کوتاه، پیر و جوان، قوی و ضعیف، زیبا و غیر زیبا، همه برابر هستند. عرب و عجم، تاجیک و غیر تاجیک هم برابر هستند، اما قلبها و عملهای آنها برابر نیست. خداوند به قلبهای آنها می نگرد که چه چیزی را دارا هستند. آیا دارای ایمان و عقیده صحیح و نیت خالص هستند یا کفر و شرک و نفاق و ریا؟ به قلبهای آنها می نگرد که آیا از کبر و حسد، کینه و دشمنی پاک هست یا نه. پس شما این را خوب بدانید که الله متعال تنها به دلها و عملهای شما می نگرد، نه به چیزی دیگر. این حدیث رد محکمی است برای آن کسانی که میگویند گپ در دل است و دل من پاک است و با این بهانه ها نماز و روزه و دیگر عملهای دینی را ترک می کنند. با لباس های تنگ و نیم برهنه خود را به نمایش میگذارند ولی میگویند دل من پاک است. برادران و خواهران عزیز، این را بدانید که بینمازی و بی‌حجابی و ترک کردن دیگر عملهای دینی نشانه سیاهی و ناپاکی قلب است، نه پاکی آن. پاکی قلب با فرمانبرداری و عمل کردن به گفته های خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم حاصل می شود، نه به نافرمانی و اطاعت نکردن. متن عربی حدیث چنین است: ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. رواه مسلم.